شرمنده کردن و ریزاندن آبروی یک مسلمان امروزها به مثل نوشیدن آب آسان شده است. پیام دارم به اون نفرانی که در پی ریزاندن و شرمنده کردن یک مسلمان هستند. انیقترش خطاب به اون بلاگرانی که تا به حال از شرمنده کردن همدیگر دست نمیکشند. نوارهاشون به مثل سلسله فیلم روی برآمده است هر روز. خوب گوش اندازه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید در حدیثی که او را ابو داود روایت میکنه، می فرماید وقتی که شب معراج رفتم از نزد مردمی گذشتم که ناخنهای از میس دارند و سر و روی خود را میخراشند. از حضرت جبرائیل علیه السلام پرسیدم که اینها چگونه مردمی هستند. حضرت جبرائیل علیه السلام فرمود اینها مردمی هستند که در دنیا گوشت مردم میخوردند، یعنی مردم دیگران را غیبت میکردند. و یقعون فی اعراضهم، و در آبرو و ناموس دیگران چنگ میزدند. سبحان الله. ای کسی که در پی شرمنده کردن و ریزاندن آبروی دیگران هستی، همین سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چه ارزش داره؟ وقتی که در پوبلیکا میبروی و نام یک انسان را گرفته گناهان چند ساله او را که شاید از او گناه توبه کرده باشه نوارهاش رسمهاش برآورده او را شرمنده میکنی، او را شیطان لعین نمیدونم با چی القاب او را خطاب کرده تحقیر و توهین میکنی، با آبروش چنگ میزنی. از الله نمیترسی؟ آیا فکر کردی که به سبب ریزاندن آبروی یک مسلمان در روز قیامت ترا چی انتظار است؟ برادرها و خواهرایی که به آبروی یک مسلمان چنگ میزنی از الله بترسی.